عروسی عجیب و باور نکردنی زهرا الهام با جمال مبارز در استرالیا و نشر فیلم عروسی زهرا الهام با جمال مبارز در صفحات مجازی. زهرا الهام چرا با جمال مبارز ازدواج کرد؟ دلیل دوری زهرا الهام از هنر موسیقی چی بوده است؟ من در این ویدیو پیرامون حقایق این ماجرا خواهم پرداخت. پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی ایام و کامتان باد. شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال دنیا اینفو. برای دوست شدن با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو هم آگاه شوید. زهرا الهام همان طوری که از نامش پیداست یکی از هنرمندان موفق و ناماشنای کشور بوده است و شهرت و محبوبیت رسانه‌ای و هنری‌اش را بعد از اشتراک در برنامه ستاره افغان تلویزیون طلوع کسب کرد. زهرا الهام بعد از ختم برنامه ستاره افغان به کشور استرالیا سفر کرد و در آنجا هم به کارهای هنری‌اش پرداخت و کنسرت‌هایی برای دوستداران و طرفداران صدایش همه ساله برگزار می‌کرد. علاقه‌مندان و طرفداران زهرا الهام بیشمار بوده است. جدیداً تصاویر زهرا الهام در صفحات مجازی نشر می شود که وی با جمال مبارز یکی دیگر از هنرمندان موفق و مشهور کشور که سبک هنری خاص خودش را داشته است ازدواج کرده است. جمال مبارز در استرالیا زندگی می کند و در آنجا با پسرانش زندگی خوبی داشته است و سالن آرایشی به نام خودش ساخته است. اما جالب اینجاست زهرا الهام تا کنون دیگر آهنگ جدید نشر نکرده است. گویا زهرا الهام برای همیشه از هنر موسیقی دوری گزیده است. ما در انتظار نشر تازه ترین آهنگ های جمال مبارز و زهرا الهام خواهیم بود و آرزوی موفقیت، کامیابی و خوشبختی برای تمامی جوانان کشور خود از بارگاه عزت لایزال تمنا داریم. عزیزان و دوستان نهایت خوب کانال دنیا اینفو، برای عضو شدن با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو هم آگاه شوید. تا درود دیگر، خوشبختی و سعادت برای شما نازنینان از بارگاه عزت لایزال تمنا دارم. همه شما خوبان را به لای منان سپرده موفق و کامیاب باشید.